نیروهای آمریکا در شمال و غرب نیگریا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز میگوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع آمریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع‌های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد، گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیده نشده است هدف قرار می‌دهند. ستاد فرماندهی آمریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیگریا انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب درباره خطرها به بقای مسیحیان در نیگریا هشدار می‌دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیگریا مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیگریا گفت که این عملیات بخشی از همکاری‌های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله‌های دقیق هدفمندانه میباشد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا به نیگریا برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعد آن صورت گرفت که روز پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال و شرق نیگریا 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیگریا میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای آمریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست می باشد. در پیامش به مناسبت عید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیگریا ضد خشونت مبارزه میبرد.